به نام یاد خدا. سلام حضور گرمتان، آرزومند هستم انشاءالله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز قرض دارم که شما را با یکی از کاربردی ترین، موثرترین، تاثیرگذارترین، عملی ترین و متفاوت ترین روش ریپورت افراد و اشخاص مغرض و بعد در فضای مجازی فیسبوک آشنا بسازم که با یک ریپورت ساده آیدی یا یوزر اکانت آنها را بسته کنیم. پس تا آخر ویدیو ما را همراهی بفرمایید. دوباره خوش آمدین دوستان. اگر تاکنون اقدام به سابسکرایب نمودن کانال خود را نکردین و میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در کانال یوتیوب برای شما اپلود میکنیم آگاهی دریافت بکنین، پس کانال خود را سابسکرایب بکنین. خب دوستان، در قدم نخست ما شما آل اپس میایم. بعد شما نیاز داریم که یک وی پی ان یا ورچوال پرایوت نتورک در تلفن ما اینستال داشته باشیم. فرق نمیکنه که هر کدامش باشه و هر کدامش بر شما عملا کار بوده که ما شما اینجا فعلا از وی پی ان سیفون استفاده میکنیم. میره باز میکنیم. بعد از اینکه باز کنیم لحظه صبر میکنیم. شما در قسمت تب آپشن البته قسمت میایم و بعد شما از این قسمت شما کلیک ریجن البته کنتری یا کشورش بالای یونایتد استیت قرار میدید. بعد از اینکه بالای یونایتد استیت قرار دادین دوستان در قسمت هوم میاین و شما البته دوستان چی میکنین؟ کانکت میکنین. خب این صفحه رو بسته میکنیم از این قسمت. بعد شما قسمت که ما شما را کانکت کنیم شما متوجه میشین که قسمت کانکت است. شما البته چی نیاز است که ما شما کانکت کنیم، چون که اگر در صورتی که ما شما از کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، ایران یا تاجیکستان هر آیدی یا یوزر اکانت فیسبوک را ریپورت کنیم به طور جدی مد نظر گرفته نمیشه. اگر در صورتی بخوایم به طور جدی مد نظر گرفته بشه و بتونیم به طور کلی یک آیدی یا یوزر اکانت بسته کنیم، بعد ما شما از وی پی ان استفاده کنیم، ریجنشون بالای یونایتد استیت و یا یکی از کشورهای اروپایی قرار بدیم. بعد از این ما شما میایم دوستان البته اپلیکیشن فیسبوک ما را باز میکنیم و لحظه منتظر میمانیم برای ما شما اوپن شود. خب دوستان، با مجرد که ما شما اپلیکیشن فیسبوک را ما اوپن کردیم، یکی از اشخاص افراد مغرض بعد و یا کسی که اصلا خوشتان نمیاد میخواین او را ریپورت کنید، او را انتخاب میکنید. برفرض ما شما از قسمت سرچ میایم دوستان. خب این یک کس هم بالفرض جستجو میکنیم، از قسمت پیپل انتخاب میکنیم. مثلا بالفرض شخص هم ریپورت بکنیم دوستان. خب بعد از اینکه آیدی شخص برای ما شما اوپن کرد، قسمت شما متوجه میشین آیدی شخص برای ما اوپن کرد. بالای از این قسمت بالای سه نقطه یا مورسی که از بالای از شما کلیک میکنین به شکل و بعد شما از این قسمت شما چی میگین دوستا؟ فایند سپورت اند ریپورت فایل انتخاب میکنه، آپشن نخست البته دوستا. بعد از اینکه ما شما انتخاب کنید دوستا این قسمت شما فیک اکاونت انتخاب میکنین و بعد شما نکس میگین. به ترتیب از درست شما این قسمت چی باش میگین؟ ریپورت پروفایل یا آپشن یا گزینه سوم شما انتخاب میکنین. بعد شما دوستای قسمت درست است ما شما چی میگیم برش؟ I believe that goes against Facebook community standard، یعنی ما متأکد هستیم که این ریپورت ما به استانداردهای فیسبوک مطابقت داره. این رو تکمیل میکنیم. بعدش هم سابمیت ریپورت میگین و لحظه صبر میکنیم تا کار ما اجرا شود. خب نکس میکنین، دان برش میگین. دوباره من در قسمت مورز از این قسمت بالای فایند سپورت اند ریپورت میگین دوستا. از این قسمت شما آپشن بعدی را که انتخاب میکنین دوستا شما فیک نیم انتخاب میکنین. بعدش هم نکس میکنین و این قسمت شما البته ریپورت پروفایل میگین و این قسمت هم تکمیل میکنین و سابمیت ریپورت میگین. خب بعد از اینکه کار ما انجام شد دوستا لحظه صبر میکنیم. بعدش هم نکس میکنین. خب دوستا دیگر دوستا شما متأکد باشین که این شخص ما شما به طور موفق‌آمیز تانستیم که ریپورت بکنیم و یوزر اکانت نشان بسته بکنیم. خب به خاطر از که ما شما متأکد شین که آیا واقعا توانستیم یوزر اکانت از را بسته کنیم یا خیر، ما بالای مورس کلیک میکنین. البته با منظور ثبوت کاپی لینک اپ تو پروفایل انتخاب میکنین، یعنی ما شما لینک یوزر اکانتش را کاپی میکنیم البته با کلیبورد. بعدش هم از قسمت اگزیت میشیم و ما شما و براوزر ما را باز میکنیم. فرق نمیکنه که هر براوزر باشه، بالفرض گوگل کروم باشه، اینترنت اکسپلورر باشه، هر کدومش باشه را باز میکنیم دوستا به شکل.
بعد از اینکه را باز که ما شما در قسمت آدرس بار یا قسمتی که شما سرچ میکنین وبسایت ها و سایر موارد قسمت همو لینک از این ما شما پیست میکنیم. بعد از اینکه را پیست کن دوست از قسمت شما گوتو برش مین و بعد از اینکه گوتو برش گفتیم لازم صبر میکنین قسمت شما مشاهده میکنین که این لینک اصلا وجود نداره و این لینک از بین رفته. یعنی ما شما با موافقت دانستین که شخص از بین ببرین. اگر شما اینجا انگلیسی بلد هستین میتونین بخونین که چه نوعش است و ما شما با موافقت دانستین ما شخص از فضای مجازی فیسبوک مغوا و از بین ببریم. خب این بود موضوع امروزی ما. روزمند است نشان مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر دستورات میخواین از آخرین جزئیات و موارد در چینل یوتیوب برای شما اپلود میکنم موقعی دریافت بکنین. پس چینل خود را سابسکرایب بکنین. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.